نظرتون 14 تا آیرون گولم قوی تره یا 30 تا ویدر اسکلتون؟ بریم که تستشون کنیم. اونایی که میگن تیم آیرون گولم میبره لایک کنن همین الان، و اونایی که میگن تیم ویدر اسکلتون ها میبره همین الان یه کامنت بذارن. بذارینا. اوکی، بریم که ببینیم نتیجه 3-2 تا چی میشه. اوکی، جنگ گردنه شروع میشه. آیرون گولم ها بد جوری میزنن. خب ویدر اسکلتون ها کلن پرتاب میشن. اون که هیچ باید یکم دیوار بزنیم که نیافتن توی لاوا اینا دیگه درشون نتونیم بیاریم. اوکی، ویدر اسکلتون خیلی کم شدن و تیم آیرون گولم